تصنیف قدیمی آذربایجانی به روایت غلام حسین بیکچخانی. غلام حسین بیکچخانی در سال 1297 خورشیدی در تبریز متولد شد. پدرش حسین قلی خان بیکچخانی نوازنده تار بود و او از 6 سالگی نزد پدر آموزش دید تا اینکه در سال 1310 پدر به رحمت خدا رفت و غلام حسین نزد شاگرد پدر رضا قلی خان زابلی آذر مشق تار کرد. او همچنین بعدها با دختر استاد ازدواج کرد. غلام حسین بیکچخانی صفات سنگی قدیمی رو که مربوط به میرزا حسین قلی، نیدابود، درویش خان و علی اکبر خان شهنازی بود بسیار زیاد گوش داد و با مکتب این اساتید آشنا شد و ردیف رو نزد استاد بزرگ آواز تبریز بالازر فرا گرفت و همچنین کنسرتی در باغ گلستان تبریز به اتفاق ایشون برگزار کرد. در هنگام تأسیس رادیو تبریز او سرپرستی ارکستر رادیو تبریز رو داشت. بعدها استخدام به رادیو ایران هم در اومد و به دعوت نورعلی خان برومند در مرکز حفظ و اجرای موسیقی ایران به تدریس مشغول شد. او همچنین قطعات آذربایجانی رو تنظیم و اجرا کرده. آخرین کنسرتش با گروه چاوش به سرپرستی محمد رضا لطفی در سال 1363 انجام شده. در 24 فروردین 1366 در بیمارستان 29 بهمن تبریز جان فانی رو ودا گفت. از آثارش تکنوازی اصفهان، افشاری، سگاه، شور، چهارگاه با آواز اقبال آذر هست. کنسرت بیات ترک و سگاه در جشن هنر شیراز که فیلمش هم موجوده. قسمت دوم بیداد در دستگاه همایون در آلبوم بیداد با استاد محمد رضا شجریان. مجموعه رنگ‌های آذربایجانی، اجرا و ضبط دستگاه ماهور، سگاه، همایون، بیات اصفهان و بیات ترک. کنسرت در کانون فرهنگی هنری چاوش به سرپرستی محمد رضا لطفی در همایون و بیات ترک در سال 1363. او مسلط به رنگ‌های آذری بود و معمولاً همنوازی ایشون رو استاد محمود فرنام با دایره بر عهده داشت. آقای داریوش طلایی که از شاگردان بیکچخانی در دوره‌ای بوده که در مرکز حفظ درس داده، به من یک روز گفتن که استاد محمود فرنام یه اخلاق خاصی داشت و این بود که وقتی بیکچخانی میرفت بیرون، با اینکه اینها با هم سالها دوست بودن و خیلی رفیق بودن، گفتش که سواد نداره، یعنی غلام حسین بیکچخانی سواد نداره. اما وقتی این مسئله به آقای بیکچخانی گفته میشه او تعجب نمیکنه و میگه که اخلاقشون همین، من به اندازه تمام موهای سر ایشون رنگ بلدم فقط و 4 مزراب. بیکچخانی رو میتونیم یکی از شاخصه های مکتب تار تبریز بدونیم. مکتبی که لحن و نوع اجرای اون متفاوت از سبک تهران هست یا سبک اصفهان. به هر حال او با این شیوه یک راه جدید در موسیقی باز کرده که قابل مطالعه هست و بسیار ارزشمند. از شاگردان غیر مستقیم او آقای داوود آزاد هستند که در این شیوه یا مکتب بسیار کار کردند و چند آلبوم به نام مکتب تار تبریز یا عشقی
منتشر کردن که این شیوه رو به خوبی در اون اجرا کرد. این تصنیف قدیمی در بیات شیراز قرار داره. بیات شیراز واژه‌ای هست که با یک مقام در موسیقی آذری اطلاق میشه که تفاوتش با بیات اصفهان در موسیقی ایرانی به این شکل هست که اگر به عنوان مثال ما می‌خوایم بیات شیراز لا بزنیم، در سول دیز داریم که در بیات اصفهان هم به همین شکله. در بیات شیراز فا داریم، در بیات اصفهان فا سولی. تفاوتشون در اینجاست. اگر بخوایم اصفهان سول بزنیم که فا دیز داریم و میکرون، در بیات شیراز سول به جای میکرون می بمول استفاده میکنیم. در اینجا از بیات اصفهان لا میخوایم استفاده کنیم که توش فقط سول دیز داریم یا همون در ساز جاش میفته روی لا بمول. کوکمون دو سول لا می. در سازهایی که 25 پرده‌ای بسته شدن میتونیم با عقب کشیدن نوت لا کرون، پرده لا کرون به سمت بالا سول دیز رو ایجاد کنیم. لا به عنوان پایه 8 دوراب روی لا میزنیم. ترسیم زرد از دو به ره یک حرکت میکنیم. دو ره می می راست چپ راست 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 می ره می فا می ره ره راست چپ راست چپ راست چپ ریز. همین کار از سی سی دو ره 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 دو ره می ره دو دو. همین کار باز از لا لا سی دو 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 سی دو ره دو سی سی می سول لا سی 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 دو سی لا سی لا سول لا. همین مجموعه در پایین هم اجرا میشه. دو ره می 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 ره می فا می ره ره سی دو ره 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 دو سی ره دو ره می ره دو دو لا سی دو 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 سی دو ره دو سی سی می سول لا سی 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 دو سی لا سی لا سول لا دو سی لا سی لا سول لا سول فا سول فا می 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 دو سی لا سی لا سول لا سول فا سول فا می 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 راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست راست دو سی لا سول لا سول فا سول لا سی می می میرم توی منگوش چهارم بزنیم. لا سی دو 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 سی دو ره دو سی سی سول لا سی 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 دو سی لا سی لا سول لا و قبلی ها تکرار میشه. این قطعه میتونیم با سرعت 90 اجرا کنیم. از این تصنیف میتونیم به عنوان یک تمرین هم استفاده کنیم. با سرعتش رو ببریم بالا و به عنوان نمونه با سرعت 160 اجراش کنیم.